به نام خدا. با سلام خدمت شما دوستان عزیز، بنده کمیجانی هستم. قصد داریم در این دوره به آموزش کامل دوره مقدماتی نرم افزار ArcGIS بپردازیم و انشاءالله در دوره‌های بعدی آموزش کامل این نرم افزار رو در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همونطور که میدونید نرم افزار ArcGIS نرم افزاری هست که به مدیریت، آنالیز و تجزیه و تحلیل داده‌های مکانی مرتبط هست. داده‌های مکانی داده‌هایی هستند که به نوعی به مکان واقعی خودشون روی کره زمین منتسب میشن. و همچنین توسط این نرم افزار میتونیم لایه‌ها و اطلاعات مکانی مختلفی رو همزمان در نظر بگیریم، همزمان روی اونها کارکردهای مختلفی رو داشته باشیم، تجزیه و تحلیل بکنیم و در نهایت به نتیجه مطلوب خودمون برسیم. زمانی که شما پک نرم افزار ArcGIS رو روی سیستم نصب می‌کنید، 4 نرم افزار ArcMap، ArcScene، ArcCatalog و ArcGlobe برای شما روی سیستم نصب خواهد شد. اما یک معرفی کلی داشته باشیم از سامانه اطلاعاتی GIS که سامانه‌ای هست برای مدیریت و واکاوی اطلاعات مکانی که توانایی گردآوری، ذخیره‌سازی، طبقه‌بندی، جستجو، ارزیابی و نمایش این اطلاعات رو بر عهده داره و همچنین به منظور تولید، پردازش، تحلیل و مدیریت اطلاعات مکانی به کار میره. و هدف نهایی این سامانه پشتیبانی برای تصمیم‌گیری‌هایی بر مبنای داده‌های مکانی و همچنین به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز از ترکیب لایه‌های اطلاعاتی متفاوت هستش. بدین معنی که این سامانه میتونه اطلاعات مکانی رو در فرمت‌های مختلف تولید بکنه، اونها رو پردازش و تحلیل بکنه و نتیجه مد نظر رو به ما بده. و همینطور میتونیم از ترکیب لایه‌های اطلاعاتی مختلف استفاده بکنیم، همزمان اونها رو آنالیز بکنیم و در واقع تصمیم‌گیری‌هایی رو بر مبنای داده‌های مکانی داشته باشیم. این سامانه مرتبط با اطلاعات مکانی و تحلیل‌های فضایی متنوعی هست و کارکردهای مختلفی در امور شهری داره، از جمله امور شهری و شهرسازی، کاربری اراضی، ترافیک، حمل و نقل، کشاورزی، خدمات شهری، مدیریت زمین و مسکن، معماری، بافت‌های فرسوده و تاریخی، تأسیسات و تجهیزات شهری، ساخت و ساز، گردشگری، اطلاعات عمومی و مواردی از این قبیل رو این نرم افزار پوشش میده. در این جلسه قصد داریم به معرفی کلی 4 نرم افزاری که در این پک وجود داره بپردازیم. نرم افزار ArcMap نرم افزاری هست که امکان مشاهده همزمان اطلاعات مکانی و توصیفی رو برای ما در اختیار میگذاره و توسط این نرم افزار میتونیم تجزیه و تحلیل و مدیریت داده ها رو بر عهده بگیریم. میتونیم اطلاعات و داده ها رو ویرایش بکنیم، نقشه‌های مختلف رو تهیه بکنیم و همچنین برای عوارض دو بعدی میتونیم خروجی‌های مختلفی رو برای مقایسه داشته باشیم از قبیل جدول، نمودار، گزارش و مواردی از این قبیل. برای دسترسی به این نرم افزار میتونید به قسمت استارت، گزینه اول پروگرام و بخش ArcGIS مراجعه بکنید و 4 نرم افزار اینجا وجود دارن و با کلیک کردن برای اونها میتونیم نرم افزارها رو فعال بکنیم و استفاده بکنیم. من نرم افزار ArcMap رو قبلا باز کردم. همونطور که محیط این نرم افزار رو مشاهده می‌کنید از چندین بخش تشکیل شده. بخش اول تیبل آف کانتنت هست. زمانی که شما لایه‌ها و اطلاعات مختلف رو اد می‌کنید، لیست اونها رو میتونید در این قسمت مشاهده می‌کنید. این قسمت ویو داده‌ها و اطلاعات هست. زمانی که داده‌ها اد میشن در این قسمت میتونید اونها رو مشاهده بکنید، زوم بکنید و ابزارهای مختلف رو روی اون استفاده بکنید. و یک قسمت ابزارهای مختلفی که خاص این نرم افزار هست و یا ابزارهای عمومی با سایر نرم افزارها در این قسمت وجود داره و میتونید روی این قسمت خالی کلیک بکنید و لیست سایر ابزارهای مد نظرتون رو مشاهده بکنید، اونها رو فعال و یا غیر فعال بکنید. یک قسمت هم پنجره‌های سریع داریم برای دسترسی سریع‌تر که ArcCatalog و سرچ رو خود نرم افزار به صورت پیش‌فرض تعبیه کرد و میتونیم اینجا بهشون راحت‌تر دسترسی داشته باشیم. اما نرم افزار ArcGlobe نرم افزاری هست که برای تجسم سه‌بعدی برای داده‌ها به کار میره، برای آنالیز و نمایش داده‌های ژئورفرنس شده در جهان واقعی، یعنی داده‌هایی که به مکان اصلی خودشون وصل شدن و همچنین برای بارگذاری فایل‌های KML و KMZ
میتونه استفاده بشه. از این جهت قابلیت‌های شبیه نرم افزار گوگل ارث رو داره و امکان بارگذاری و کنترل حجم بالایی از داده‌ها و اطلاعات رو داریم. میتونیم انیمیشن و فایل‌های ویدیویی ایجاد کنیم. میتونیم یک تصویر رو در رزولوشن‌های متفاوت نمایش بدیم. عوارض 2 بعدی رو به 3 بعدی برای نمایش تبدیل بکنیم و از عمق دادن به تصاویر و سایه روشن کردن اونها و مواردی از این قبیل میتونیم توسط این نرم افزار استفاده بکنیم. باز هم برای دسترسی به اون به قسمت استارت، اول پروگرام و بخش ArcGIS مراجعه میکنیم. باید با کلیک کردن برای اون نرم افزار رو فراخوانی میکنیم. همونطور که مشاهده میکنید بازم قسمت تیبل آف کانتنت رو در اینجا داریم. قسمت ویو اطلاعات که روی کره مانند تعبیه شده. اطلاعات وقتی که جو رفرنس بشن در مکان واقعی خودشون در این قسمت نمایش داده میشن و بخش ابزارها و پنجره‌های سریع رو هم در این نرم افزار مشاهده میکنید. نرم افزار بعدی نرم افزار آرک کاتالوگ هست که باز هم نرم افزار مهمی هست توی این پک و به مدیریت داده ها و اطلاعات میپردازه. فراداده یا متادیتا رو میتونیم در اون ایجاد بکنیم و باهاش کار بکنیم. میتونیم لایه‌های جدید بسازیم، اونها رو حذف بکنیم، انتقال بدیم و همچنین دیدن محتویات پرونده ها و فایل ها و قابلیت جستجو رو برای ما در اختیار میذاره. ایجاد پایگاه داده که از کارکردهای مهم این نرم افزار هست و ساخت توپولوژی و مواردی از این قبیل رو میتونیم با این نرم افزار کار بکنیم. برای فراخوانی من باز به قسمت قبلی مراجعه میکنم. در این قسمت کاتالوگ تیری رو داریم و باز هم یک بخش ویو اطلاعات و بخش ابزارها که یک سری ابزارهای متفاوتی از آرک مپ رو اینجا مشاهده میکنیم. اما در حالت کلی نمای نرم افزارها تقریبا در پک مشابه هم هست. و در نهایت نرم افزار آرک سین که برای عوارض 3 بعدی به کار میره. میتونیم اونها رو نمایش بدیم، چه برداری باشن و چه رستری. اونها رو ویرایش بکنیم، از اونها انیمیشن تهیه بکنیم و مدیریت داده های مکانی مانند ایجاد لایه ها، ویرایششون، جستجو و از این قبیل موارد رو میتونیم توسط این نرم افزار داشته باشیم. باز هم به منو استارت، اول پروگرام و بخش ArcGIS میتونیم نرم افزار رو فراخوانی بکنیم. باز هم قسمت تیبل آف کانتنت رو داریم برای لیست لایه ها، بخش ویو در واقع اطلاعات و داده ها، قسمت پنجره‌های سریع و بخش ابزارها که اینجا هم همانند حالت قبل میتونیم راست کلیک بکنیم و یک سری ابزارها فعال و یا غیر فعال بکنیم. اما برای فراخوانی سریعتر در واقع در مراحل بعدی میتونید روی هر کدوم از نرم افزارهایی که خواستید راست کلیک بکنید و قسمت Send to Desktop رو انتخاب بکنید که این نرم افزارها روی دسکتاپ برای شما ایجاد بشه آیکونش و در دسترسی‌های بعدی بتونید سریعتر به اونها دسترسی داشته باشید. در این قسمت با در واقع فضا و محیط پک ArcGIS آشنایی پیدا کردیم. انشاءالله در جلسات بعدی آموزش ها رو در راستای نرم افزار آرک مپ پیش خواهیم گرفت. با تشکر از شما.